که عرسی شیخ عبدالقادر جیلانی را میگیره، بعد از عمر، بعد از عثمان، بعد از اگر دین است خو با کلگی دین است. عرس شیخ عبدالقادر جیلانی دین است، ثواب داره، اما عرس ابوبکر خیر عذاب است. الله چرا می عقل از پیشتان گرفته؟ علی اینطور میزنه چرا؟ شما همی قدر درک نمیتونه، همی قدر درک نداری که یک کمی درک بکنی حقیقتا که سالا دویده، سوغاتا را برش برده، مال دستای شام لیسیده، بوسه کده، خلاص. چی کده براتون؟ تو را به الله قسم دعای داخل شدن مسجد برات یاد داد؟ یک حدیث پیغمبر کدام روز برات ترجمه کرد؟ یک آیت قرآن کریم کدام روز درس داد برات؟ مردکه خیلی چی شد؟ گفتم مولی صاحب می عقل ما در وقت بیخی از پیش ما گرفته شده، ما نوی ولی میفهمم که گپ چیست. ما گفتم نو چرا میفهمی؟ خبر داری؟ نو به خاطر میفهمی که با کتاب الله نشستی، با کتاب الله که نشستی که ترجمه را خوندی، یک نور دم قلبت پیدا میشه، یک روشنی. امی روشنی اتو تفکیک میکنه گپا را که پرسان نکن. حالی توی کامیاب هستی، حالی تو کامیاب هستی به خاطری که در ترجمه قرآن نشستی، قرآن در سینه آمده، حالی تو میشناسی. از او پیش این عقلت گرفته بود، امی فکر نمیکردی که خو اگر عرس را وصف از ابوبکر گرفته شو، از عمر گرفته شو، از عثمان گرفته شو، از علی گرفته شو رضی الله عنهم، باز که گرفته میشه باید از او طور کسی گرفته شو خو لا اقل بشارت جنت برش در دنیا داده شده باشه، عشره مبشره. باز که گرفته میشه تو خود سر امام ابو حنیفه رحمه الله میکوشی، او را پیغمبر معرفی میکنی، او سیازوری چی رو نمیگیری؟ امیالی به الله قسم از پیش سوال کنم، روزی تولد امام ابو حنیفه را یاد نداری، چرا اینطور میکنی؟ قرآن کریم میگه و ذر الذین، بگذاری و کسانی را اتخذوا که جور کردن دینهم، دین خدا، لعبا چیزی بازیچه، و لهوا چیزای مصروف کننده. خلاص این هفته چیست؟ هفته مولای علی است، تولدش است. این هفته چیش است؟ بگوی این هفته جنگ خیبرش است. هفته کلی سال هفته کده فقط عزاداری شود، کالای سیاه بپوش، کالای سیاه بپوش، کالای سیاه بپوش، کلش مصروفیت، یک مصروفیت. دین چی نمیگه؟ یک ترجمه. دوم و ذر الذین، بگذاری و کسانی را اتخذوا دینهم که جور کرده دین خدا، لعبا بازیچه، و لهوا مصروفیت، یعنی ایرا ذریعه جور کرده برای چی؟ دنیای خود. نه دین برای خود، برای دنیای خود ذریعه جور کرده. سیاستمداران هم میطور میکنن، وقتی که انتخاباتی پارلمان میشه یا ریاست جمهوری میشه، در مسجد ها آمده رایستی تو نمازی دور دراز میخونه، وکیل صاحب که پرسان نکنه، سعی میکنی که دو جا را کالا یک جای نماز با مولی صاحب آورده. در خانه شک پی بروغن هم رایی کرده، مولی صاحب میخیزه یک رقم توصیف ازیره میکنه که ولی معرفی میکنه که مردم بهترین کاندیدی ماست، خب بهترین کاندید کرده. خلیکین اون طرف میره، مردم های هستن که یکمی چیست لنگی منگی را خوش نداره، سرلوچ هست، ریش هم یکمی چی کرده؟ کرپا کرده. بوتو نبود، بوتو صدراعظم پاکستان یک وقت، پدر بی‌نظیر، میگه او که در پیش آفریدیا میرفت، آفریدیا خمو کلاه چی را؟ پلالی رکی، امی ترکلان است، او را میگه سر میکرد. باز طرف چترال که میرفت پاکول بود، در پنجاب که میرفت اونمو سرلوچ بود، در پشاور که میآمد لنگی میزد. عجیب است، عجیب بهانه ها میکنه. الله متعال میگه این فرقه ها را بگذاره که دین ذریعه چی دنیای خود جور کرده، دین فقط یک وسیله برای حصول دنیا. در اینجا اجرت گیرندای قرآن کریم هم داخل است. همین کسایی که در تراویح چند جای قاری صاحب ختم داری؟ ولی یک 4 جای است. کدام مسجد هاست؟ اجاره کرده مسجد ها را. قرآن ذریعه چی کرد؟ بگه دنیا در اون مسجد. قاری صاحب چی طور است؟ چی میگه؟ یکیش برای من خنده میکنه، مولوی صاحب موسمی ماست. من گفتم خوب بود، همین دیگه مردم ها موسم داشت، شما موسم پیدا کردید. یک ما بی موسم ماندیم بیچاره. ما به خود یک موسم پیدا کنیم. موسمی ماست میگه.
خود چقدر قاری صاحب چی کردی؟ والا مولوی صاحب دیگه جای خانه شدم یک مسجد رفتم چقدر شد؟ 1,40,000 افغانی 1,40,000 من گفتم نیشه ملا میزنه 50,000 در سال کس برش نمیده و تو در یک رمضان خود خوار کردی این 1,40,000 چی شد؟ این دین الله را نعوذ بالله ملعبه بازی چه جور کرده؟ ذریعه دنیا جور کرده. دین پیشش عزت نداره، قرآن عزت پیشش نداره. کی را درست بخونه، به خشوع بخونه، تدبر دی بکنه. قاری صاحب حفظ خداری ترجمه کردی؟ ولا نشده. چرا ترجمه نکردی؟ ولا کمی مشکلات ها آمد نه همونطور مشکلات ها. برای حفظ مشکلات برات پیدا نشد، به ترجمه قرآن مشکلات پیدا میشه. و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیه. یک ترجمه آیات چیسته؟ بعضی از یا او مردمای است ناخواندن و نویسنده که نمیدانه مطلب کتابه الا امانیه، به جز از خواندن حفظ کرده اما مطلب قرآن یاد نداره. الله متعال ایره در شق مصمت بیان میکنه. قرآن برای این هدف آمده که ما تزکیه را حاصل بکنیم. تزکیه وقتی حاصل میشه که عمل به قرآن بکنیم. عمل به قرآن وقتی حاصل میشه که مقصد قرآن را بدانیم. مقصد قرآن را وقتی میدانیم که ما تلاوت قرآن را بکنیم. هر کدامشان ذریعه است. تلاوت قرآن ذریعه برای فهم قرآن، فهم قرآن ذریعه برای عملی کردن قرآن، عملی کردن قرآن ذریعه برای تزکیه است. عقیده جور، عمل درست، اخلاق مناسب، خیر و خلاص. این هدف قرآن است. اما نمیکنه. الله رحم بکنه. سوم ترجمه: و ذر الذین بگذارو کسانی را اتخذوا دینهم یکی جور کرده دین خود لعبا چیست لعبا بازیچه و لهوا چیزی مصرف کننده. اینجا دین به معنای جشن است. دین به معنای جشن است یعنی گرفتن اتخذوا دینهم گرفتن جشنای خود لعبا جشنای خود روزای خوشی خدایا گرفتن لعبا بازیچه و لهوا مصروفیت. الله رحم بکنه. حالی هم ما همینطور گرفتیم. روزای خوشی ما روز عید است. روزی چی است؟ دو عید داریم. کدام؟ عید فطر و عید اضحی. ایرا ما بازیچه جور کنیم. مردم پیسه را گرفته بچه اولادا طرف چی میره؟ سینما یا طرف قمار زدن. در دیهات هم که بری 4 ماغ لولک و تخم جنگی موجود است. روزی جشن خدا، روزی خوشی خدا چی جور کردیم؟ بگوی روزی لهو و لعب است. نعوذ بالله. چیزایی بیفایده، چیزایی که گناه است. نعوذ بالله. طریقی سنت مراعات نمیشه، از خود دیگه پاره ساخته. نماز خوانی در روز عید نیست. چرا؟ معاف است. خلاص کس در مسجد نمیره. الله رحم بکنه. کلی معانی در این آیت آمده رایست. و ذر الذین بگذاری کسانی را اتخذوا که جور کردن گرفتن دینهم دین خدا لعبا چیزی بازیچه یعنی که هیچ اثر یا فایده سرش مرتب نمیشه و لهوا چیزی مصرف کننده مشغول کننده و غرتهم الحیات الدنیا فریب داده یاره زندگی دنیا. چرا؟ بیچاره عقیده با آخرت نداره یا نمیفهمه. کلی هم و غمش اینمی دنیاست یعنی حاصل کردن لذات دنیا شب و روز سرگردان است مصروف و مشغول است. و ذکر به الله میگه پیغمبر علیه السلام نصیحت بده به امرای قرآن کریم ان تبسل نفسون که گرفتار کرده شو یک نفس بما کسبت به آن چیزی که کسب کرده یعنی پیش از اینکه گرفتار کرده شو تو امرای قرآن کریم یارد بفهمان بیدار کوشه که روزی آمدنی است که ما و شما مکمل در گروی عمل خود میریم یک نفس هم همونطور بیرون باقی نمیمونه گروگان میشه به عمل خود. لیس لها من دون الله نیست برای نفس بغیر از الله ولی دوست نجات دهنده ولا شفیع نسفارش کننده. و این تعدل اگر همین نفس بپردازه فدیه بده کل عدل تمام فدیه آره هر قدر که چیزا داره لا یؤخذ منها گرفته از پیشش نمیشه قبول نمیشه. اولئک الذین مردمای هستند و بسیلو که گرفتار کرده شدن هلاک شدن بما کسبوا به سبب اعمال ناشایسته که در دنیا کمایی کردن. لهم شرابند برای از یا نوشابه هاست من حمیم عذاب جوش و عذاب علیم عذاب دردناک است بما کانوا یکفرون به سبب از اینکه مسلسل انکار میکردن. قل بگوی پیغمبر علیه السلام اندعو من دون الله آیا ما آواز بدیم در مشکلات حاجتای خود بغیر از الله متعال ما اوتر معبوداره به زعم و گمان شما لا ینفعنا که نفع بر ما رسانده نمیتونه
ولا یضرنا ضررم رسانده نمیتونه و نرد علی عقابنا ما بازگردانیده شویم نعوذ بالله علی عقابنا به پاشنای خود از اسلام برگردیم باز بریم در شرک و کفر بعد از هدان الله پس از که الله بر ما هدایت کرده کالذی مثال کسی که یک دفعه اسلام قبول کرده باز به طرف شرک میره به مثل همون شخصی است استهوته شیاطین که راه را سرشگم کرده و باشه شیطان فریب داده باشه شیطان فی الارض در زمین حیرانه که حواس خود باخته نمیفهمه کدام طرف برم له اصحاب برای مرده که همراه و رفیقاس یدعونه و آواز برش میده الی الهدى به سوی هدایت آواز برش میده اتنا که بپلوی ما لیکن بیچاره حواسی خود باخته صدا را اگه میشنوم تمیز نمیتونه که از کدام سمت برم آواز هست قل این هدی الله بگوی پیغمبر علیه السلام یقینا هدایت الله و الهدى امی هدایت است و امرنا ما مامور شدیم لنسلم که ما تسلیم شویم لرب العالمین به پروردگار مخلوقات انسان با کسی رابطه پیدا بکنه که لا اقل انسان که با هر کس رابطه پیدا میکنه این دو جهت خامخا درش موجود است یا به خاطر ازی که جلب منفعت میکنه یا دفع مضرت میکنه ما و شما کل ما که یکی با دیگر رابطه داریم به خاطر این دو نقطه است دو نقطه یا جلب منفعت دو است یا دفع چی است مضرت است یک آدمی که نیک است خوب رابطه را قایم کردیم به این خاطر که یک چیزی نفعش بر ما برسه اگر سرمایه‌دار است سرمایش اگر عالم است علمش اگر زوردار است زورش اینه وظایف تقسیم کرده میتونه میریم قطعش تعلقه میکنیم که یک وظیفه برای ما بده پدر که تعلقه داریم به این خاطر که نفعش برای ما میرسه نمیرسه قرار او تحصیلی تا ادامه دادی ما در ما پولی فیسی تا گرفته رویستی اولی دست ندیدی پدر جان است که میره پیدا کرده رویسته تو را میگه که برو درس تا بخون رابطه با مادر رابطه با اولاد رابطه با همسایه رابطه با دوست کلش برای یک نقطه ایست که جلب منفعت است یا دفع چی است یک آدم زورداری قوی ظالم است لیکن بازم رابطه قطعش داری اینطور سلامی دو چیست دو قاطع برش میدی که پرسانده که چرا دفع مضرتش میگه بان اگه سلام ندم باز مرا چی میکنه اذیت میده کسی که پرستش کرده میشم به خاطر همین دو نقطه است یا جلب منفعت برای تو منفعت برسونه یا مضرت از تو چی کنه دور بکنه چقدر دلیلی منطقی است بگوی پیغمبر علیه السلام اندعو من دون الله آیا ما آواز بدیم بغیر از الله به دیگه کس ما از اون معبودایی که شما عقیده دارین نعوذ بالله لا ینفعونه که هیچ نفع بر ما نمیرسونه این بود چی میکنه ولا یضرنا ضررم بر ما نمیرسونه رسانده نمیتونه ضرر معنای چیست که دفع ضرر از ما نمیتونه چطور ما او را آواز بدیم نعوذ بالله اگر ما آواز بغیر الله میدیم در وقت حاجات و مشکلات خود بغیر الله با کسی دیگه ولو ملک باشه پیغمبر باشه ولی باشه ملنگ باشه سید باشه آخوندزاده گلزاده باشه جنی باشه انسی باشه هر کس کی باشه غیر از الله متعال اگر در مشکلات خود برش آواز میدیم دیگه ما در شرک مبتلا میشیم در شرک مبتلا شدن مثل که پس بگردی در پاشنه خود نعوذ بالله عقب بری دنیا خو نظام تکامل است انسان قدم قدم پیش میره اما پس بگردیم عقب گرایی بکنیم ما خو نو از تاریکی های شرک خود خلاص کردیم از بندگی بنده ها خود خلاص کردیم به در بندگی الله داخل کردیم خدا باز بگردیم در بندگی بنده ها خود بندگی بنده ها داخل بازگشتن است هیچ امکان نداره الله علی مثالش بیان میکنه که کسی که یک دفعه اسلام قبول کنه بعد از در شرک بره مثل اونمو شخصی است که در کجاست اونمو شخصی که در یک دشت و بیابان بنا به زعم و گمانی که زمان جاهلیت داشتن در زمان جاهلیت عقیده داشتن که هر دشت و بیابان دیو داره دیو بازوی لشکر داره باز اگر بخواه کسی در دشت و بیابان ببرش اغوا کنش در جنگل ها میگریزانش از امو خاطر وا صدا میکرد که یا سید الوادی ای پاچای بیابان الا ما را نگاه کن آواز میشد جنیات بود نه آواز میکرد که یارن حفاظت کنه یه عقیده از وان بود از امو خاطر الله متعال میگه کسی که یک دفعه در اسلام داخل شد پس
نعوذ بالله طرف شرک بره، مثل اینمی آدم حواس باخته است که شیطان در بیابان ایره گمراه کرده، راه سرش گم شده، رفیقا داره مسافرا، چیخ میزنه طرفی ما بیا، این آواز میشنوه سمت مشخص کردن نمیتونه. چرا؟ حواس خود باخته، حواس خود باخته. آدمی که پس در طرف شرک میگرده مثل اینمی شخص است که بیچاره آواز میشنوه و سمت مشخص کردن نمیتونه. چطور شده میتونه که آدم پس در شرک باز بگرده؟ هیچ امکان نداره. شما خو میگی مولیس بس اوقات ما رفتیم در زیارت ها، رفتیم در قبرها، حاجت ما پوره شده. حاجت چرا پوره میشه؟ خبر داری؟ امو عاجزی که در خانه میکردی که در پالوی قبر کرده خوب، اگر امو عاجزی را در خانه میکردی، الله در خانه سوالی تا چی میکرد؟ جواب میگفت و مشکل تا حل میکرد. خود در خانه او تو عاجزی که در پالوی قبر میکنی نمیکنی. الله متعال به خاطر عاجزی تونجا کاری تا پوره کرده، خود تو نسبت پوره کردن کار با کی میکنی؟ بگه با زیارت. میگه زیارتی کار کرده، نه زیارت نکرده. میگه یک نفر در مسجد ماست، ما غیر خوب میشناسم، از همون وطنی ماسته، او در مسجد میره، یک رقم گریانی دلسوز میکنه که پرسان نکن که دو بچه مرا رفته بود پشت مال که زد او را شهید کرد، تابوتای شاوردیم که اینی قدرت یتیما برام مانده که یک 3 شو میشه که ما گشنه نشستیم و 2 دانه دختر داریم، کس نکاح نمیکنه. خلاص یک رقم گریان میکنه که مردمان نابلد اوه اگه در جیب هر چیز باشه برش خالی میکنه. من میگم که ای بنده الله، اگر امی گریانی که آلی بری مخلوقی الله میکنی به می دلسوزی، اگر امی گریان در خانه به الله بکنی، الله ایتور رزق برات بده که پرسان. خب اونجا در خانه تمی گریان نمیکنی، اینجا به مخلوق عاجز الله نعوذ بالله گریان میکنی. الله که کسی را تباه کرده باشه ایتور تباس. مخلوق به الله عاجزی بکنه، هر چیز دید پوره میشه. ما عقیده داریم که زیارت چیزی میتونه نمیتونه قطعا. امین میتونه هم خب واضح نمیگیم، یعنی از ته دل نمیگیم که ما باید دمی گپ ما چی نشوه، کدام ضرر بر ما نرسه. میتونیم؟ نمیتونه. عقیده که پخته شوه، مالک نفع و ضرر کیست؟ نافع و دار کیست؟ الله متعال. هیچ کسی با کسی نه نفع رسانده نمیتونه نه ضرر، بدون کی؟ اراده الله. رسانده تا نیستن. ابراهیم خلیل الله را بگوی چقوری آتش در داده بودن، چندین ماه او آتش در دادن، ضرر رسانده تا نیستن ابراهیم علیه السلام؟ ها؟ نه تا نیستن.